در میانه‌های عصر هفت برای ورزرود تهدید نو عرب‌ها بودند. ارتش عرب‌ها رود آمو را گذشته و با مقابلیت سخت عملداران و منصبداران سغدی روبرو شد. دو ابرقدرت اوراسیا در آن زمان ایمپریای تن و خلافت عباسیان که آن زمان در اوج قدرت خود قرار داشتند به طرف یکدیگر حرکت می‌کردند و زد و خورد میان آنها ناگزیر بود. گروهی بزرگ با راهبری ژنرال تن که اصلش از کوریا بود ماه ایول سال 751 به رودخانه تلز در مرز قزاقستان و قرقیزستان معاصر رسید. بزرگترین و یگانه زد و خورد ارتش چینی ها و عرب ها نیز محض در همین جا صورت گرفت. عرب ها زیر فرمانروایی زیاد ابن صالح بودند. در این زد و خورد که یکی از جنگ های مهم در تاریخ تاجیکان می باشد، حدود 50,000 سرباز چینی دور از وطن و هنگام حمایت از منفعت های ایمپریا در جنگی بی‌معنی کشته شدند که تنها سقوط دوران تن را نزدیک ساخت. چینی ها بعد از 4 سال برای گرفتن قصاص و مقابله در برابر نفوذ عباسیان و منطقه ارتش نو را تشکیل کردند. ولی حمله را آشوبی ژنرال چینی سغدی انلوشن خللدار ساخت. آشوب توسط دولت اویغورها و چینی ها سرکوب شد. کریستوفر بیویت میگوید آشوب انلوشن با مصلحت حرکت سغدی صورت گرفت که از آن بازرگانان سغدی حمایت میکردند و هدفش هم غصب تخت امپراتوری بود. در نتیجه این شورش 36 میلیون اهالی آن وقتینه چین به هلاکت رسید. همین طریق حکومت تن از این حادثه مذکور دیگر نتوانست به طور ضروری برقرار شده دوباره به سمت غرب حرکت کند. چینی ها نیروهای خود را از تیبت و آسیای مرکزی بیرون بردند که این به ادامه اسلامی شوی ورزرود آورده رسانید. عرب ها بعد جنگ طلس توانمندی نگاه داشتن منطقه های شرقی خود را از دست دادند. هرچند آنها جنگ را با چینی ها پیروز شده باشند هم دیگر برای پیشرفتن نه نیرو داشتند و نه علاقمند بودند. ضعیف شوی عباسیان به نفع تاجیکان و تشکیل دولت های طاهریان و صفاریان و ایمپریای سامانیان در زمینه های سغد وارثان عنعنه های چندین عصره فرهنگی ایران شرقی بودند که در عصرهای 9 و 10 موفق شدند سنت های ایرانی پیش از اسلامی را با اسلام سازگار کنند. این آمیزش فرهنگی حتی بعد از به پایان رسیدن عصر طلایی تاجیکان و سقوط سلاله سامانیان اهمیت خود را گم نکرد.